خواهری پرسیدند معلمان دانشگاه اگر مجبور کند حجابم را دور کنم، آیا در این صورت من گناهگار می شوم یا معلم؟ آنها گناه خود را میگیرن و خودت گناه خودت مجبور نیستی که حتمی باید دانشگاه بخوانی. اگر مجبورت میکنن که حجاب دور بیاندازی، بدون حجاب به دانشگاه حاضر شی، در این صورت الله را راضی بساز، دانشگاه را ترک کو. ضرور نیست که حتمی خود دانشگاه بخوانی، حتمی دکتر شی، حتمی انجینر جو شوی، حتمی به حجاب بوده باشی به خاطر دانشگاه، به خاطر از اینکه ما معلم شوم یا دکتر شوم، انجینر شوم، حجاب شرعی را ترک میکنی، غضب الله بالایت میآید و در او عمر از او عمر خیرم نمیبینی. اگر به خاطر الله و به خاطر حجاب دانشگاه را ترک کردی، الله عزتت میتیه، الله مرتبه تا بلند میکنه و بنده مقربی الله جور میشه. به خاطر الله هر چیز را اعلا کو، هر چیز را اعلا بتی، دانشگاه است، کار است، هر چی که است، به خاطر الله ایرا بگذار. الله مرتبه و عزت و همچنان بلندی را برات نصیب میکنه و بنده محبوب الله میباشی. برادری پرسیدن در توی موزیک درست است یا خیر؟ یعنی مقصدشان شنیدن این موسیقی در عروسی جایز است یا خیر؟ برادر محترم، آنچه که بر یک مسلمان جایز است که در ایام خوشی از او استفاده کند، چه ایام عید بوده باشه و یا هم ایام عروسی، او فقط دف است. دف همراه خواندن بعضی اشعار و ابیاتی که در وصف اسلام بوده باشه یا اینکه در وصف قهرمانی های مسلمانان و یا حتی در وصف عروسین، عروس و شاه، در وصف از اینها بوده باشه، وصف خیرشان و همچنان محاسنشان، این اشکال نداره. اما موسیقی که معروف است اسباب آلات خاصی داره، این استفاده از این و همچنان شنیدن از این در هر وقتی ناجایز است و در ایام عروسی هم تأکیداً نادرست است و به خصوص این همراه اشعار شرکی، اشعار کفری و یا ابیاتی که دعوت به فحاشی بکند یا اندام انسان را به وجه بسیار غلیظ و بدی وصف کند یا دعوت به زنا و لواطت و غیره کارهای زشتی بوده باشد، همه این کارها نارواست. و بدتر از او این مجالس اگر با زنها و مردها خلط بوده باشه و باز اجرای موسیقی در اونجا صورت بگیرد، به خصوص گروه موسیقی که در این وقت در ایام توی آورده میشه، این از همه باز بدتر است. باز همراه از این همه بدی ها باز این فیلم گرفته شد و باز فیلم از این را برای همه مسلمان ها یا برای همه مردم مسلمان و کافر عرض کنن و به نمایش بگذارن در یوتیوب و یا صفحات دیگری. این بدتر از اوست. در حقیقت دعوت به فحاشی و دعوت به کارهای زشت و اخلاقی ناپسند است و مسلمان باید از این خودداری کند. برادری از شکستن دندان رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن و همچنان پرسیدن که آیا این حقیقت داره؟ گویا الله تعالی جبرائیل را گفته باشد پایین شو، خون محمد به زمین نافتد ورنه زمین همه خشک می شود. برادری محترم، اما شکستن دندان رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون شک در غزوه احد در سال 3 هجرت بود، بعد از اینکه مشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم را محاصره کردند و خواستند که رسول الله را از بین ببرند. در همین لحظه دندان رسول الله صلی الله علیه وسلم شکست و همچنان چهره مبارک زخم برداشت و خون از چهرهشان جاری شد
و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن چطور قومی کامیاب بشود که پیامبر خدا دندانش شکستن و سرش زخمی کردن و چهرهش خونالود کردن. و یه احادیث در صحیح بخاری هم یا صحیح مسلم هم و کتابای دیگری احادیث و همچنان در کتابای سیر هم میآید. و اما قصه روان کردن جبرائیل و خون محمد صلی الله علیه وسلم در زمین نافتد که زمین خوش شود، این قصه باطل و اساسی نداره و آنچه که در احادیث صحیح و سیرت‌های موثق ذکر است همون قصه است که ذکر کردم. بس برادری پرسیدن دعا کردن بعد از نماز سنت است یا بدعت؟ برادر محترم، اگر دعا به هیئت اجتماعی بعد از نماز فرضی یا بعد از نماز سنت بوده باشه، برای همیش ای یک عملی نوآور و بدون شک بدعت است، اساسی ندارد. اما اگر گاهی بر یک امری یا حادثه یا مسئله خاصی اگر دعا صورت میگیره به هیئت اجتماعی اشکال نداره. اما دعاهای انفرادی بعد از سنت یا بعد از فرض بعد از ذکر و اذکار و خواندن اوراد مسنونه مشکلی نداره. سنت گفته نمیتونیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نمازهای فرضی عادتشان ذکر و اذکار بود. او هم در دعا شامل است، لکن ذکر و اذکاری خاصی که بعد از نمازها آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم او را میخواندن و ایتو دست گرفته دست بالا کرده دعا نمیکردن همیشه. و دعا انسان هر وقتی میتواند دعا بکند، بعد از نماز مخصوص نگردانه. اگر گاهی هم بعد از نماز دعا کرد اشکالی نداره، اما همیشه چی به حالت انفرادی یا چی به حالت اجتماعی بعد از نماز دعا را به خود قسم الزامی واری بگردانه و در شکی نیست که یه عملی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و تابعین ثبوت نداره و نوعی بدعت شمرده می شود. خواهر محترمه پرسیدن آیا برای زنان جایز است که سایکل یا موتورسایکل سوار شوند؟ البته با رعایت حجاب شرعی. خواهر محترمه، در وقت ضرورت نهایت اشد مشکلی نداره. مثلا در خانه مردی وجود نداره، ضرورت به سودای خانه میشه، دوا یا غذا یا چیزی دیگری، در این صورت مشکلی نداره. به قدر ضرورت سایکل یا موتورسایکل یا وسایلی که برش مهیاست از او استفاده کنه و سوار شود، حاجت خود را پوره کند. و همچنان اگر جای خلوت بوده باشه، مثلا با فامیل صحرای میروند، دشتی میروند که در اونجا رفت و آمد مردم نیست، هیچ کسی وجود نداره، مشکل نداره که با اسکل سوار شود، تمرین مشق و غیره بکند، مشکلی ندارد. اما در شهرهایی که ازدحام است، رفت و آمد مردم از سبب فتنه قرار میگیرد و همچنان خطری عزیز که از مورد اذیت قرار بگیرد، در چنین صورت نباید از این وسایل استفاده کنه و خطر برش جدی است و ولو که حجاب شرعی را هم رعایت کنه نباید همیش بیرون شود. برادری پرسیدن روزی توی عروس را سر تخت بالا کردن ممکن است و همچنان رقص و بازی میکنن، آیا به این نکاح بریده می شود یا خیر؟ برادری محترم، متاسفانه در میان مسلمان ها بعضی عادات بسیار قبیح از کفار سرایت کرده، از جمله حاضر شدن عروس و شاه در مجلس خاصی که در اون مجلس زنهای نامحرم وجود داره و همچنان مردهای اجنبی، ولو که از خویشاوندان نزدیکش هم بوده باشن، اما به این اجنبی هستن. یعنی درست نیست که مردها عروس را ببینند و همچنان زنها شاه را ببینند و این جایز نیست، لکن اینها در این مجلس حاضر کرده می شوند، عروس و شاه،
و به سری تختی بالا می شوند، گاهی هم چیزی دیگری، و پیش روی از اینها تخته از کیک گذاشته میشه و او کیک میشکنن و در دهن یکدیگر میگذارن و بعد از او گاهی هم رقص و بازی میکنن و گاهی هم نمیکنن، دیگر خوشی‌های دیگری را انجام میدهند و گاهی از خویشاوندانی از اینها اینجا رقص و بازی میکنن. همه این اعمال منکر، زشت، دعوت به سوی بی‌حیایی، فحشا، زنا، لواطت و کارهای نارواست. مسلمان باید از این خودداری کنه و هر شوهری که این کار انجام میدهد دلالت به دیوسی شوهر میکند و همچنان عروسی که این چیز خواهش میکند او عروس در حقیقت عروس بسیار بی‌حیا و شرپسند است و اصلا عروسی نیست که فقط شوهر خود بخواهد بس. یعنی این حقیقتا میخوان به این اعمال زشتشان فحشا و منکرات در میان مسلمان ها عام بسازن. الله تعالی میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره. کسانی که میخوان دوست دارن فحشا در میان مسلمان ها عام شود برشان عذاب دردناکی در دنیا و آخرت میباشد و اما نکاحی از اینا بریدن نمی شود. گناهگار هستند، باید توبه کنند و چنین مجلس خودداری کنند و اما نکاحشان بریدن نمی شود.